ساخت معیاری ترین زیرگذر اینجا در قلب شهر هرات. این پروژه عظیم به ارزش 65 میلیون افغانی و طول 660 متر و عرض 8 متر از فهیم سوپرمارکت شروع تا به جاده مخابرات و قسمت‌های دیگر از شهر هرات ساخته خواهد شد. این عظیمترین و بزرگترین پروژه زیرگذر در سطح هرات است که یک نقطه هرات را به سایر نقاط هرات یا نقطه‌های دیگر هرات وصل خواهد ساخت. سلام، خسته نباشین. آرزومند هستم در هر گوشه و کناری که هستین جور صحتمند باشین. معمولا هم خبرهای خوش و هم خبرهای ناخوش از گوشه و کنار افغانستان شنیده میشه. از جمله خبرهای خوش در شهر هرات یک پروژه بسیار بزرگ و عظیم و خوب برای مردم هرات قرار است رقم بخوره. ساخت زیرزمینی یا گذرگاه زیرزمینی برای هرات و هراتیان که میتونه نوید خوشی باشه برای مردم افغانستان، علل خصوص شهر زیبای هرات. پروژه با ارزش 65 میلیون افغانی قرار است در قسمت‌های از هرات ساخته شود. از جای هم متاسفانه خبر ناخوشایندی شنیدیم که هموطنان ما در ولایت کنر بر اثر زلزله 6 ریشتری تعداد زیادی از عزیزان ما در کنر افغانستان جانهای خود را از دست دادند. خداوند رفتگان را بهشت برین، زخمی ها را شفای عاجل و برای بازماندگانشان هم صبر جمیل عطا کند. به هر صورتش اتفاقات طبیعی را کسی نمیتونه کار کنه، اما ما امروز در واقع آمدیم در داخل شهر که بیشتر صحبت بکنیم و دید و نظر مردم را داشته باشیم در رابطه با پروژه زیربنایی که در هرات افتتاح شده و عنقریب کارش شروع بشه. قسمت‌های ابتدایی کار شروع شده ولی که به گونه رسمی بخواد شروع بشه از مردم میپرسیم که چقدر خوشبین هستن با ساخت از این زیرگذر و اینکه چقدر میتونه در سیمای شهر هرات تغییرات ایجاد بکنه. بیاین بسم الله گفته برنامه خود را آغاز میکنیم. همونطور میریم در همین مسیر تعداد زیادی از عزیزان ما کار و کاسبی هم داره و هر کسی که به عنوان خوششانس اولی همراه ما بودن ازشان نظر میگیریم و صحبت میکنیم که در رابطه به این زیرگذر چی گفتنی داره. بیاین با این جوانا صحبت کنیم. بیاین. سلام علیکم. احوال شما؟ خوب هستین؟ سلام علیکم. چیل دارید؟ بیاین کم گوشه‌تر هم استفاده شویم از اینکه مسیر راه هم بند نکنیم و باز انتقاد نشیم از جانب کسی دیگه. خوب هستین؟ شکر الحمدلله. شما خوبین؟ نام عبدالوهاب. عبدالوهاب جان. نام خودت چی است؟ امیر حسین است. امیر حسین جان و عبدالوهاب جان. بله. کجا روان بودین بخیر؟ ما به طرف منظر جهاد بودیم، بعد از زوبی آمده الماس شرق آمده، پسرخاله من از تهران آمده، بعد از زوبی آمده داخل مارکت هستی شاید یک ساعت بخریم و بعد از زوبی میرن طرف خونه. بخیر. پس پسرخاله را آوردی برای چکر بعد از وقتا هرات ببینه. بله. بعد چند وقت آمدی؟ بعد 7 سال. بعد از 7 سال. چند ساله هستی؟ 14.
14. بله. یعنی 7 ساله بودی که از وطن بیرون شدی رفتی بعد 7 سال آمدی؟ نه ما به ایران دنیا آمدیم بعد 7 سال تفریح اومدم بعد دوباره بعد 7 سال الان تفریح اومدیم میخوام برم باز. خب اقامت اونجا هست دیگه؟ بله اقامت دائمی داریم. بسیار خوب بسیار خوب. خوب است یک تعداد از عزیزان ما همونجا آرام هستن، اینمی اقامت هم باعث آرامششون در همونجا میشه. هرچند که تعداد زیادی از وطنداران ما همون رقم که در جریان هستن شاهدشان بودیم ما که برگشتن به وطن، خوش برگشتن ولی اذیت آزار شدن به هر صورتش. خودت خوب همین هرات هستی دیگه؟ بله هستم. بله بسیار عالی. پروژه جدید در هرات افتتاح شد. بله خبر خداری؟ بله خبر دارم. چقدر خوشحال هستی و چقدر خوب است که این تو پروژه ها در شهر ما و شما و در هرات ساخته شود. یعنی ایر بگم برای شما باعث افتخارمونه که همچون دولتی داریم که خدمت میکنه، به رضای خدا خدمت میکنه و خیلی راضی هستیم و ما کوشش کنیم که ما هم به سطح سوی خود از علم و دین که داریم خود از سطح اقتصاد و از سطح پیشرفتن خود از کشورهای خارج بالا ببریم. خیلی خوشحال هستم و خدا کنه از این پیشرفت ها بیشتر ببینیم. در آینده یک کشور درخشانی باشه افغانستان که همیشه جوانا و دولت و ملت همه سربلند و موفق باشن. انشالله. بسیار تشکر. ما وقتتون نمیگیریم که رفیقا برین چکر بزنین. تشکر که وقت گذاشتید. خدا نگهدار شما. خسته نباشید. خانتون با خدا. بریم. خب از نظر گرفتیم که خوشحال هستن به خاطر همین پروژه موجود در هرات و ای که چقدر میتونه باز هم برای هرات و هراتیان تحول ایجاد بکنه. حتما این موارد را میپرسیم. ماما امروز بازار دوغ بود نبود؟ سلام علیکم. احوال شما خوب هستین؟ جان شما جور؟ شکر فضل خدا. شما خوب؟ همین آرام که هوا سرد شود دیگه بازار نوشیدنی و دوغ و آب لیمو و اینا دیگه خلاصه. که بازار سسترک میشه. بله سسترک. باز زمستان بخیر پلان چی است؟ چی برنامه داری؟ دوغ دارم. زمستان هم دوغ داری؟ میبره دوغام بگرده میخورم. این رقم نخواد باشه دیگه مو میخورم. خب این چی حکمت به دوغای شماست که تابستان زمستان است؟ نوشیدنی ولی مردم نمیخورن. نوشیدنی هم نقص داره. تو اون گردان مردم ابین برده. همین نیواز نوشیدنی دوغ میخورن. خیر ببینید هم ارزان هم فایده داره. هم کلاس داری پرزون هم فایده داره. دوغ محلی خود مانه. دوغ خوب ماست سعید تبدیل به مشبت کنیم میایم به مردم میدیم. خیر دوغ مشکی. بله. این یگان دوغاز دیگه باز دلچه‌ای جور میشه و نمیفهمم ماسا رو به پلاستیک گت میکنم. ماسه خالص ماسه و نمک و نعنای دیگه چیزی نیست. دیگه چیزی چه میتونه فضل خدا. بیشک به خدا. اینی دوغ ما با وصفه که چند سال است ما به هرات هستم ولی باز هم برای اولین بار است که میبینم که یک جای دوغ طبیعی کامل داره. تا حالا من نخورده بودم خودم. خب به هر صورت انشالله که کاروبار جور باشه. ما امروز اومدیم که بیشتر صحبت بکنیم در رابطه با همین پروژه جدید. چقدر خوشحال هستین برای اولین بار که شنیدین همین پروژه افتتاح میشه؟ چی احساس داشتین؟ خیلی احساس خوشی میکنه. خیلی شهر ترقی میکنه. اجتماع ترافیکی کم میشه خیلی زیاد. از اینجا راه بند میشه تا به خوجکله راه بند بود. انالی سرک زده شه راه هیچ بند نمیشه، هیچ راه فارغ میشه، هیچ مردم مشکل مریض داره، اتفاقیه میایه، امبولانس میایه، هر چی رنگ میکنه هیچ جاری نموتر پشه. انالی بشه به خیلی راه شفاخونه وا میشه، برید اتفاقیه راه وا میشه. خیلی پروژه خوبیه. یکی خود در شهر ما شما کرده ولی از آدم کرده چی موترها زیاد شده. موتر و سچرخ زیاده. موتر ارزان 1 لک پاپ موتر 70,000 موتر میدم. هر کس به هر خونی 2 تا 3 تا موتره. سابق ما به یک نه اول 2 تا موتر نداشتیم، ولی به هر خونی 2 تا 3 تا استاده. انا موتر ارزان هر کس بخریدم هم خونه. تیل هم ارزان مدار میشه، من بازار نمیگن این رو بند میشه. کل بری با مال جا میرم موتر بدار میکنم. خدا برای مردم ما شما بده بیشتر بده ولی با نظم رعایت نظم ترافیکی چیز نمیکنین، رعایت نمیکنین. بله شما خوب از مردمای سابقی همینجا هستین، کاروبارتون همینجا است از بسیار قدیم. خیر ببینید ما به این مسیر گشت و گذار ما همیشه است، من ماما را همیشه میبینم از مردمای قدیمی هستن. اینطور یک وقتی در همینجا شاید یک حادثه هم بودین که بطور خطرناک بوده باشه؟ حادثه زیاد شده اینجا. همین 5 ماه پیشتر موترم تبیام این طرف کلورا زد. ما کو پیش نرفتیم، گفتم 2 نفر پای علی تا قلم شده بود. من سرچه گروه جاده بانک خون میرفت. یا از این طرف میرفت اوتیر شده بود. هم زد نماز شما هم بود. خیلی هم زیاد و دروازه برفته بود، دروازه دیگه خود. ولگی هم به خاطر همین بیروبار سکن حال کو فاز خدا ال موتر میفهمم. این جاده شلوغه، دیگه راه میرم. روز اولی تو حالی بود به شما تایم باسکلا بر میزدم.
یک حالی بود و هیچ تیر شده نمیشه. حالی میری ببینی خیلی خیلی خوبه. این سرک این پروژه زده شه خیلی خوب میشه. من همین میخواستم پرسان کنم که یعنی این پروژه بخیر تکمیل شود دیگه هم دل مردم جمع میشه و هم بیروبار کم میشه. دولت امارات اسلامی خیلی خدمت میکنه لالا. خدای همین راه تیار میکنم. اگه هر کار میکنم این خیلی کار خوبیه. زنده باش. خیلی اطفائیه میآید، امبولانس میآید، مریض مردم طرف نمیشه. مقبول میره به شفاخانه. خوشحالی مردم هم خوشحالی دولت خیلی خوشحالی ده. حتی من دیرو پاس رفتم من چینی فروشه می گلاسا استانو. همین چینی فروشه من این کار شروع شده. گفتم بابا اون که ما بخیر به پنما به تمام میرسه. تا کجا گفتم دام مارکت فهیم تا دام علی موفق. زیر بنا بخیر شروع شده. بشینین دوق بخوریم میشینه. خوش باشین. خیر باشین. تشکر زحمت کشیدید. بخیر باشین. خب نظر اینا رو هم گرفتیم. چیزی باست که هموطنانمون هم شهریانمون در هرات از پروژه های بزرگ و ساخت ساز در شهر حمایت بکنند. اینی حمایت های مردم در واقع میتونه که یک دلگرمی برای او عزیزان میشه که برای این شهر و این کشور قرار است خدمت های خود را بی‌دریغانه داشته باشند. خدا توفیق بده بر تمام کسانی که برای مردم خود و بر وطن خداوند توفیق بده برای تمام مردم عزیزی که در این پروژه سهیم هستند و تمام عزیزانی که تلاش دارند برای هموطن خود و وطندار خود خدمت کنند. چوک گلا، کسانی که معلومات از هرات ما نداریم، از شهر زیبا و باستانی هرات، این منطقه برام چوک گلا یاد میشه. یک جای بسیار تاریخی و شلوغ. ما آرام تقریبا رسیدیم به سر همون مکان پروژه، جایی که قرار است همین پروژه ساخته شود. شما چند تا تصویر داشته باشین. در ادامه بیشتر صحبت میکنیم در رابطه به این پروژه با کسانی که همونجا هستند و مردمی که در این مسیر رفت آمد دارند. برگشتیم در خدمت شما هستیم. تصاویر رو دیدین. امیدوار هستم که از تصاویر هرات لذت ببرین. بریم در ادامه باز هم بیشتر صحبت داشته باشیم با دیگه عزیزانی که در این رابطه نظر دارن. حتما نظرشون رو بشنویم. به به، اینا دیگه میوه وطن است، میوه خود هرات است دیگه. درسته 15 یا 17 رقم انگور داریم به هرات. چی میگه نه برادر شما؟ سلام علیکم. خوب هستین؟ بیخی معلومات ما رو زیر سوال بردین. ما کیسه ما نمیفهمیم دیگه. یک رقم انگور داره ولی تنها از هرات. از هرات ولی ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. من تا بس فکر میکردم 17 رقم. اطلاعاتم کم شد، پیش خود کم اومدم یک رقم. من یک خود من حساب کردم تا 50 رقم رو میشناختم. خود نوشته کردم روی کتابچه. دیگه نفهمیدم دیگه رای چی رقم. این چقدر اضافه است او هم باشه. او هم باشه ولی چقدر وقت از در منطقه هستین؟ 17 سال میشه. 17 سال. ولی این سرک جدید بخیر جور میشه. نظرتان در این رابطه چی است؟ چقدر خوب میشه این سرک جور شدنش؟ چقدر از حادثات جلوگیری میکنه؟ بر رفت آمد ترافیک چقدر خوب است؟ خوب است، بسیار خوبه. دیگه وقتی زیرزمین نگان جور میشه نه؟ که زیرزمین جور شده حادثات کمتر میشه. مثلا پیاده رو هم بی‌تر میشه. آدم موتور از پایین بره حادثات کم میشه. خیر ببینید. شاید حادثه در این منطقه بودین که بسیار خطرناک و دلخراش بوده باشه. تو حادثات کلان نه، موتورسیکل زیاد حادثه میکنه در بعد. اون موتورسیکل خب کار همیشگی موتورسیکل است. همین بله. یک چیز عادی شده بیخی یک رقم. همین رقم. هرچند که هر کس چی موتورسیکل سوار چی موتور سوار همگی باید مواظب خود و جان خود باشن. از جان عزیزتر هم چیز دیگه نیست. مواظب باشین که خدای نخواسته یک روز باعث اشک مادر به قول معروف نشید. به هر صورت همراه دوستا و رفیقا که میشینین صحبت میکنین، خب طبعا دیگه سرک وقت کنده شده، دوست و رفیق با هم میشینین صحبت میکنین. چی میگن رفیقا؟ چی میگن دوستا؟ چی میگن مردمی که میایین پیش شما؟ چی میگن در این رابطه؟ مردمی که میگن واقعا میگن بسیار کار خوب میکنن، کار به جایه. کار به جایه. همین زیرزمینی ساخته شده. در کاربار شما چقدر تاثیر میگذاره باز؟ تاثیر نداره، بی‌تر هم هست. سرک هم از این طرف میاد شل دختر سودا ما بی‌تر میشه. سودا بهتر. سلام موتور که از طرف میره این طرف میبره میبینه میخره. چون هر کس باید منفعت خود ببینه دیگه. بله. خیر ببینید. تشکر. سلامت باشین. چی رقم است؟ وضعیت چی رقم است؟ بیروبارا چی رقم است؟ خوب هستین؟ باشه ما پایین بیایم شما پایین تا شوین کمک. خب
چطور هستین؟ شکر الله. صحتتان خوب است؟ جانتان جور است انشالله؟ این ما بینی کنار شما استاده میشه. خب زیرگذر خب بخیر افتتاح شد. شما هم که همینجا هستین بیرو بارک هر روزه است. هر روز است ولی کار هر روز شما. کار هر روز. نکو بکو بیخی کارتان شده. کوبی عادت شده. خیر میبینین. چقدر خوب میشه به شما به عنوان کسانی که در جمع پلیس ترافیک هستین یا مربوط به شاروالی هرات میشن، چقدر فکر میکنین که ساخت از زیرگذر و این پروژه میتونه در کاهش ترافیک کمک بکنه و چقدر باعث سهولت بر مردم میشه؟ خیلی خوب میشه اگر نظم جور بشه، کانال جور بشه که سرک زیرزمینی هم بشه، هم شهر ازدحامی کمتر میشه، هم مشکل ما کم چیزتر میشه که رفت میشه و شلوغی و شهر کمتر میشه. موقعی که آمبولانس مریضی داره خواسته باشه به شفاخانه برسانه میتونه راحت‌تر بیه به شفاخانه بر مریض برسانه. این تو روزای شلوغ است که حتی روزای شده که ما نتونستیم به سرک مستقیم آمبولانس برسانیم به تیر بکنیم که برسه به شفاخانه برسه، که بتونستیم رو به خلاف و تیر کردیم که برفته به شفاخانه خور رسونده. اگه کانال که جور شه زیرزمینی سرک دو طرفه میشه، نظام شهر هم کمتر میشه که کسی خواسته باشه جای مقصد داره زودتر میتونه برسه مقصد خود. بسیار عالی. چقدر از پرسنل ریاست ترافیک هرات در اینجا مشغول کار هستند در چوک گلها و اگر همین کانال یا زیرگذر ساخته شود روی پرسنل شما هم تاثیر میگذاره یا نمیگذاره؟ یعنی تعداد کم و بیش میشه یا نمیشه؟ فعلا امید هست که قرار بودن که تعداد ما رو بیشتر بکنن. بله. فعلا همین تعدادی که هستیم که پسدادی که داریم متشر شلوغ هست، ولی بازم همون چیزی که توان ما باشه میتونیم خدمت به مردم بکنیم، یعنی نظم شهر چیز کنیم، ازدحام کمتر کنیم، خدمت بکنیم به مردم. او که باز اگه کار که جور شود که ما هم راحت‌تر میشیم که بهتر میشه. راننده ها چی میگن؟ چی راننده های سه چرخ، چی موتر، اینا در این رابطه نظرشون چی است؟ چقدر خوشحال هستن یا رضایت دارن از این وضعیت؟ تو مردم خیلی رضایت خوبی دارن که از این کار که اگر بشه، چون که هم خود اینا مسیر خواسته باشن برام زودتر به مقصد میرسن. این زام شهر شلوغی هم کمتر میشه. دیگه خب مردم خیلی رضایت دارن از این کار. بسیار عالی. تشکر. در جریان وظیفه هستین، ما بیشتر وقتتون نمیگیریم. لطف کرده. وقت خوش داشته باشین. تشکر. خب سپاس از حضور شما. شما هم لطف کردین که همراه ما شده. شهر خیلی بیروبار است. خیلی بیروبار است و همین رقم که در تصویر میبینین ازدحام موتر، سه چرخ، موتورسایکل و حتی چرخ‌ها و گاری‌ها هم زیاد است. در همینطور شرایط حساس و در همین حالت مواظب خود باشین. لطفا موقع رانندگی نکات ایمنی را مد نظر بگیرین تا باعث آسیب به خود و بقیه عزیزان ما در شهر و سرک ها نشین. سپاس از حضورتان که برنامه امروز را دیدین و من امیدوار هستم که این زیرگذر بتونه مسیر را باز بکنه برای شکوفایی هرات و برای زیباسازی هرات. ما رو یک نظر همراهشون یک لحظه صحبت میکنیم، بعد از دیگه باز همراه شما خداحافظی میکنیم. خلاص. ماما شلیلا چند است؟ سلام علیکم. احوال شما خوب هستین؟ جان شما جور است؟ خیر خیریت ان شاء الله. انگورا امروز زیاد نمونده؟ والله هیچ چیز سودا نیه بابا. سودا نکردین؟ نه. چقدر آورده بودین؟ تقریبا 10 من انگور بیاردیم. مال یار از 2 من فروخته بود. 2 من فروخته شده. دیگر هنوز مونده که مونده. خب بیاین تا شب ما شما وقت داریم دیگه. پناه به خدا، پناه به حق. خدای به این بزرگی 10 من انگور پیش چیز نیست دیگه. پناه به خدا. شلیلا چی رقم؟ شلیرام امیته بوده که 4 من 5 من بوده، امیته یک 2 من زمانی بمونده. شلیرا بیتر فروش کرد. اینا بیشتر فروخته شد. انگور کس نمیخره؟ نمیخره نه. این چرا به نظر شما؟ والله دیگه به همین گپ میوه بیشتر میخرم، انگور بسیار مردم بد خرید میکنن. فاینال بازار شما خودم پخته و تجربه کار دیگه، همونایی که به شما باعث ضرر میشه نیارین دیگه بخیر. اگر هم هر شی بیاریم بابا به ما ضرره. یعنی همون بس وقت سرگشته است دیگه. والله الان رو کیله اردم. 10 کیلو کیله. بله. 20 روپیه فایده کرده بیار دیگه. این با ما جعفر فرخون. 10 کیلو کیله 20 روپیه. 20 روپیه فایده کرده. اینا به 47 روپیه بیاردم به 50 بودن مال زای میکنه 20 روپیه فایده کرده. افرو فرخون واده میل چیکار کنم؟ خیلی ببین. این صبح تا شام هم که شما با این چیز استاده بودین خوب باشه. خوب باشه دیگه. فقط این مثلا دیگه وعده خدا میتونه که
ما و شما آدم 4 حد بریختیم کم پولیم چیزی نداریم. خدا به ما بده. خداوند بر ما شما ولی ایمان بده. الهی آمین. خدا ایمان نگیره پولی گپو اینا میاره. هیچی، اینا ارزش نداره. خیلی ببینیم. حالا خوریش سفید شده دیگه، حال لقمه نان خشک و تر پیدا میشه. همه پیدا شه، بس منو شکر داریم در بارزی. خدا ایمان ساعت نگیره دیگه، رایش خودمون پیدا میکنیم. پیدا میکنیم ان شاء الله. خیلی ببینیم. ان شاء الله بازارتون گرم باشه. ما قدمی هم نداریم. ان شاء الله خدا قدم ما رو سرطان نکنه. خیر ببینید. به خدا مسپارم. سلامت باشین. شما رو هم به خدا مسپارم. برنامه امروز ما بود تقدیم حضور شما یا حق.